روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 10 از موج 11 عملیات وعده صادق 3 خبر داد. عملیاتی که در آن از موشک‌های فراسوت استفاده شد. متن اطلاعیه شماره 10 سپاه به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. ملت قهرمان ایران، موج 11 عملیات غرورآفرین وعده صادق 3 با استفاده از موشک‌های نسل اول فتاح، آغازی بر پایان پدافند افسانه‌ای ارتش صهیونی و سردرگمی و خودزنی اشرار صهیونی را به شما فرماندهان و رزمندگان مخلص نیروی هوافضای سپاه تبریک میگوییم. موشک‌های قدرتمند و مانورپذیر فتاح امشب با عبور از سپر دفاع موشکی پناهگاه بزدلان صهیونیست را بارها لرزاند و پیام اقتدار ایران را به همپیمان جنگ افروز تل‌آویو که در خیالات و توهمات پوچ است ارسال کرد. حمله موشکی امشب نشان داد ما بر آسمان سرزمین‌های اشغالی تسلط کامل یافته ایم و ساکنان آن در برابر حملات موشکی ایران کاملا بی‌دفاع شدند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اما در نخستین ساعت‌های بامداد امروز و با آغاز موج 11 عملیات وعده صادق 3، رسانه‌های صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهای مکرر در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. شدت و گستره حمله امشب موشک‌های ایرانی به حدی بود که نشریه یدیعود آهارونوت این موج از حمله را غیر معمول توصیف کرد. همزمان رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد فقط دقایقی پس از نیمه شب دست کم 30 موشک ایرانی در 2 موج به مرکز سرزمین‌های اشغالی فرود آمد. تصویرهایی که با وجود سانسور شدید صهیونیست‌ها از سوی ساکنان سرزمین‌های اشغالی ثبت و منتشر شده نشان می‌دهد حمله بامداد امروز یکی از سنگین‌ترین حمله‌ها در چند روز اخیر بوده و تصاویر متعددی از اصابت موشک‌های ایرانی به شهرهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی منتشر شده. در این دور از عملیات هم لایه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی در رهگیری بسیاری از موشک‌های ایرانی ناکام بودند، به طوری که تصویر خودزنی سامانه فلاخن داوود در موج 11 حمله موشک‌های ایرانی هم ثبت شد. پایگاه خبری صهیونیستی والا نوشت داده‌های جدید نشان می‌دهد موشک‌های ایرانی نه تنها دقیقاند بلکه وقتی به هدف می‌خورند خسارات قابل توجهی هم به جا می‌گذارند. با اینکه رژیم صهیونیستی سانسور و ممنوعیت شدیدی برای انتشار تصویر اصابت موشک‌های ایرانی به اهداف تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی اعمال کرده، باب‌های غرورآفرینی از اصابت موفق موشک‌های قدرتمند ایران به رسانه‌های دنیا مخابره شده. شدیدتر شدن سانسور رسانه‌ای رژیم صهیونیستی. صهیونیست‌ها این بار و در موج 9 حمله موشکی وعده صادق 3 به اهداف از پیش تعیین شده با هدف پوشاندن ناتوانی‌ها و شکست‌های پی در پی سامانه پدافندیشان مانع پخش زنده تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به تل‌آویو، اورشلیم و حیفا شدند و حتی چند خبرنگار خارجی و داخلی را هم به علت فیلمبرداری از صحنه‌های اصابت دقیق و قدرتمند موشک‌های ایران دستگیر کردند. با این حال و با وجود این سانسور شدید، باز تصاویر غرورآفرینی از اصابت موفق موشک‌های مخزن ایران به اهداف از پیش تعیین شده در سرزمین‌های اشغالی مخابره شد. از جمله تصویر اصابت موشک‌هایی با قدرت انفجاری بسیار بالا به نیروگاه برق هسته‌ای حیفا.
در برخی تصاویر اصابت پی در پی، گروهی و بدون مانع موشک‌های ایران به اهدافشان از خنثی شدن و از کار افتادن کامل سامانه پدافند موشکی رژیم صهیونیستی حکایت دارد. و انفجارهایی بسیار شدیدتر از موجهای قبل به ویژه در تل‌آویو و حیفا. آنچه که ملاحظه کردید حمله جنایتکار رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما هم بازتاب زیادی در رسانه‌های آمریکا داشت. اسرائیل در ایران تلویزیون دولتی را در حالی که به صورت زنده برنامه پخش می‌کرد و مجری در حال صحبت بود هدف قرار داد. آنچه که ملاحظه کردید این لحظه است که تلویزیون دولتی ایران هدف موشک اسرائیل قرار گرفت و مجری تا آخرین لحظه در حال اجرای برنامه‌اش بود و البته ایرانی‌ها هم بعد از آن شلیک رگباری موشک‌هایشان را به قلب اسرائیل از سر گرفتند. بخش وسیع از تل‌آویو ویران شده. شما میتونید اینجا آثار خرابی گسترده موشک‌های بالستیک ایران رو ببینید. تلویزیون CBS آمریکا همزمان با اعلام خبر حمله جنایتکار موشکی رژیم صهیونیستی به سازمان صدا و سیما، تصویر یک انفجار بسیار بزرگ را هم در تل‌آویو پخش کرد. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم برای خبرنگاران خارجی حاضر در این سازمان توضیح داد که ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر انجام حملات دقیق کاملا نادرست و دروغ است و این رژیم علاوه بر هدف قرار دادن عمدی زیرساختها و به شهادت رساندن غیر نظامیان، خانه‌ها، بیمارستان‌ها و اماکن غیر نظامی را هم عمدن هدف قرار می‌دهد. رژیم اسرائیل عمدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در حین پخش زنده هدف قرار داد. این حمله فجیع مصداق بارز یک جنایت جنگی و تعرض آشکار و آزادی رسانه است. این رژیم بار دیگر نشان داد که دشمن اصلی حقیقت است. با اینکه همچنان آمریکایی‌ها در قبال سرنگونی پی در پی هواپیماهای F-35 توسط نیروهای مسلح ایران سکوت کردند، اما شکسته شدن افسانه غیر قابل ردیابی بودن این هواپیماهای جنگنده پیشرفته و نسل جدید در آسمان ایران باعث سقوط شدید ارزش سهام شرکت آمریکایی تولید کننده این جنگنده ها یعنی شرکت لاکهید مارتین شده است. وزارت خارجه روسیه حملات رژیم صهیونی به ایران را غیر قانونی خواند. وزارت خارجه روسیه تاکید کرده حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای مسالمت‌آمیز ایران غیر قانونی است و فقط کشورهایی که در این حمله ها مشارکت دارند از آن حمایت می‌کنند. رئیس جمهور ونزوئلا نیز از چین، روسیه، ترکیه، شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای اسلامی خواسته از ایران حمایت کنند. نیکولاس مادورو افزود حامیان اسرائیل تا کجا به نتانیاهو اجازه می‌دهند به کارهایش ادامه دهد. رئیس جمهور ونزوئلا نتانیاهو را هیتلر قرن 21 خواند و گفت او جنگی را به خاورمیانه، غرب آسیا و جهان تحمیل می‌کند که عواقبش وخیم است و باید حملات جنایتکارانه ارتش صهیونیست علیه ملت ایران متوقف شود. اما عضو ارشد جنبش انصارالله یمن گفت رژیم صهیونیستی با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از خطوط قرمز عبور کرد. محمد البخیتی عضو ارشد جنبش انصارالله افزود ما به همه اطمینان می‌دهیم که هر گونه تجاوز علیه یک کشور عربی یا اسلامی پاسخ اجتناب ناپذیر یمنی‌ها را در پی خواهد داشت. ما برای حمایت از ایران در برابر حملات صهیونیستی مداخله خواهیم کرد، همانطور که از برادرانمان در غزه حمایت کردیم. بخیتی تصریح کرد اشغالگران در دستیابی به اهداف خود در غزه و یمن شکست خورده‌اند و قادر به حل و فصل نبرد با ایران نخواهند بود. ما به پیروزی اطمینان داریم و ایران در برابر صهیونیست‌ها شکست نخواهد خورد. حماس با صدور بیانیه‌ای درباره عواقب ورود مستقیم آمریکا به درگیری نظامی با ایران هشدار داد و مسئولیت کامل این
ماجراجویی خطرناک و پیامدهای ناشی از آن را متوجه واشنگتن و تل‌آویو دانست. در بخشی از این بیانیه آمده ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدید مستقیم برای امنیت، صلح منطقه‌ای و جهانی است. حماس ضمن اعلام همبستگی کامل با جمهوری اسلامی ایران و ملت آن از حق مشروع تهران در دفاع از خود و حاکمیت ملی‌اش حمایت کرد. مقاومت اسلامی فلسطین در پایان این بیانیه از همه کشورهای عربی و اسلامی خواست با اتخاذ موضعی واحد و مسئولانه در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی مانع تداوم این تجاوزات شده و از امنیت منطقه و منافع ملت‌های خود دفاع کند.